دیروز اومده بود تو ناهارخوری، اون پیرن گلگلیه رو پوشیده بود. اون دفعه بهش سلام کردم اصلا ندید منو، کلا تو هپرود سیر میشه. حالا خودمونی غذا خوردنشو دیدی؟ نصفشو خودش میخوره نصفشو سولیاش. بهش بگم ولی روم نشد. شما اوایل که اومده بود و یادت نیست کوله پشتی حالا من اینو به تو خودش. میتونم بگم، به اون که نمیتونم. کاش لااقل اون دوتا تارمو رو سرش مونده بود و کوتاه نمیکرد. بعد آخه فکرم میکنه خیلی باحاله. اون یه دست سفیدشو که میپوشه دیگه میخوام برم با اسپری بنویسم روش آقا چون اینا رو با هم نپوش. ببین پسر خوبیه ولی کلا یه جوریه. میگم ورق تو بگو. آنچنان در اندیشه درست کردن خود باشید که زمانی برای خردگیری از دیگران باقی نماند.